پاییز سال 1363 در ایزه اتفاق ناگواری افتاد که هیچ کس آن را از خاطر نمیبرد. صبح سردی از دل کوههای پیان چند خانواده از روستاهای تاکوتر و کفت چهوار دل به راه میزنند برای زیارت سلطان ابراهیم در روستای کارتا. بعد از زیارت وقت برگشت از رود کارون اتفاقی وحشتناکی میافتد. قایق واژگون می شود و جز سیاهی آب، فریادها و سکوتی که تا امروز در دل اهالی است چیزی باقی نمی ماند. آفتاب زندگی 13 نفر در روز 13 آبان 62 غروب کرد. 8 کودک، 4 زن و 1 مرد. همه در گورستان باستانی شمی به خاک سپرده شدند. شمی هنوز بوی اندوه آن روز را می دهد. اگر آن خاطره تلخ را به یاد دارید، حتما برایمان کامنت کنید. اگر به داستان‌های جالب و جذاب درباره خوزستان علاقه‌مندی، صفحه ما را دنبال کن.